سلام، خیلی خوش اومدید به لایو مجددا. بیایید بالا، بلافاصله میارمتون بالا. دوستانی که ریکوست میدن، اولین نفر شما تشریف بیارید خواهش میکنم. نفر دوم هم شما بیایید. خیلی ممنونم که بلافاصله هنوز 30 ثانیه از لایو نگذشته انقدر لطف دارید و ریکوست ارسال میکنید. اگر شما نتونستید تشریف بیارید، شما بیایید. خب، سلام علیکم، بفرمایید خواهش میکنم. اینترنتتون گویا خیلی مشکل داره. اگر اینطور هست بله. صدا ندارین؟ نه، الان صداتون دارم. بفرمایید خواهش میکنم. خوب هستین شما؟ بفرمایید. یک برای اهل بیت با این دوستانی صحبتی میکردم، بعد گفتم چی میشه مثلا حضرت خدیجه جز اهل بیت پیامبر نباشه. بعد ایشون میگفتن حضرت خدیجه چون وفات کردن شامل حال این چیز نمیشه جز اهل بیت پیامبر. چون وفات کردن توضیح بدیم براش. ام المؤمنین خدیجه جز اهل بیت پیامبر نمیشه. چون وفات کردن یا چون اهل بیت پیامبر میگن متوجه نشدم. این بنده خدا میگه چون حضرت خدیجه وفات کردن جز اهل بیت پیامبر جز اون آیه تطهیر نمیشه. می‌خواستم اینو توضیح بدید که در جز اهل بیت پیامبر میشند ام المؤمنین خدیجه، و درسته جز اون آیه تطهیر یعنی مخاطبان آیه تطهیر نمیشن، چون آیه تطهیر در زمانی نازل شده که ام المؤمنین خدیجه فوت کرده بودن در عهد مدنی، در واقع در زمانی که رسول الله علیه السلام مدینه بودن نازل شده و مجموعه آیات در واقع یک سری فرامین برای همسران پیامبر. میگه این کارها رو انجام بدید، این کارها رو انجام ندید، شما ارج و منزلت و مقامتون فلان طوره و این آیات، این دستورات خاص شما برای اینی که خداوند میخواد شما رو پاکتون بکنه. یعنی این آیه دقیقاً اختصاص داره به همسران پیامبر در اون زمانی که رسول الله علیه السلام با اونها ازدواج کرده بود. خطاب این آیه ام المؤمنین خدیجه نیست، اما ام المؤمنین خدیجه هم جز اهل بیت پیامبر محسوب میشه. درست، همین می‌خواستم چون برام سوال بود. درست می‌فرمایید. این که اهل بیت پیامبر هستند، حتما ام المؤمنین خدیجه جز اهل بیت پیامبر هستند، اما جز مخاطبان این آیه نیستند، نبودن در واقع. اون آیه ارتباطی به چیز نداره دیگه، به خانواده پیامبر که جزء، فقط مرتبط به همسران پیامبر. آن همسران پیامبر و کسانی که در انتهای حیات پیامبر همسر پیامبر بودن. پیامبر بعد از اون دیگه ازدواج نمیکنه، اونها رو هم طلاق نمیده. خب و اون آیه اختصاص داره به اون افراد. به این معنا نیست که باقی اهل بیت پیامبر نیستن. به این معنا نیست که ام المؤمنین خدیجه اهل بیت پیامبر نیست. چون از نظر شیعه این چیز نمیکنه دیگه، میگه فقط حضرت علی و حسن و حسین و فاطمه سلام الله جزو اهل بیت پیامبرن، اصلا قبول ندارن که همسران پیامبر جزو اهل بیت. به خاطر همین باشون صحبت میکردم، گفتم خب آخه نمیشه حضرت خدیجه با این همه زحمتی که برای اسلام کشیده جزو اهل بیت پیامبر نباشه. میگه چون اون آیه که برای اهل بیت اومده اون زمان حضرت خدیجه در قید حیات نبودن. خطاب این آیه به ام المؤمنین خدیجه نیست واقعا، این درست میگه، اما شیعه که به این صراطی مستقیم نیست. خطاب این آیه فقط به همسران پیامبره.
خطاب این آیه به حضرت علی و حسن و حسین و فاطمه هم نیست. این بزرگواران هم بنا به حدیث کسا جز اهل بیت پیامبر میشن، اما باز هم مخاطبین این آیه نیستن. خب این آیه رو بخونید مشخصه، یا نساء النبی میگه ای همسران پیامبر. آیه از 3 تا 4 تا آیه قبلش با یا نساء النبی شروع میشه، چند تا فرامین برای همسران پیامبر، و در نهایت خداوند متعال میفرمایند که این آیات، این فرامین برای این نازل شده است که خداوند میخواد از شما رجس رو پاک بکنه. تازه بر اساس این آیه هم نمیشه گفت که همسران پیامبر معصوم بودن، یعنی رجس رو ازشون پاک کرده. معصوم نبودن همسران پیامبر، اما این دستورات برای این هست که خداوند رجس رو از همسران پیامبر پاک بکنه. مخاطب این آیات حسن و حسین و فاطمه و علی هم نیستند، گرچه اونها هم جز اهل بیت پیامبر هستند. درست. شامل حال این آیه نمیشن، ارتباطی به این آیه ندارن. این آیه کاملا سیاق آیه مشخصه، یعنی میتونید برید بخونید آیه رو، خودتون متوجه میشید. از صفحه قبلش آخرین آیه شروع میشه، یا نساء النبی، از ای همسران پیامبر شروع میشه. فرامین در مورد همسران پیامبره. مخاطب این آیه به صورت خاص فقط همسران پیامبر هستند، اون همسرانی که اون موقع همسر پیامبر بودند، و ام المؤمنین خدیجه هم مخاطب این آیه نیست. اما ام المؤمنین خدیجه هم جز اهل بیت پیامبر هست. حسن و حسین و علی و فاطمه هم جز اهل بیت پیامبر هستند، اما مخاطبین این آیه نیستند. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خودتون آیه رو بخونید، آیات قبل و بعدش رو هم بخونید، متوجه میشید مخاطب پیامبر، مخاطب این آیه کیا هستن. این نیازی نیست که خیلی پیچیده نیست اصلا. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم برادر حرمی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب سلامت ان شاء الله. الحمدلله. من یک سوال داشتم در رابطه با اینکه میگه پرده‌ام دریده شد، چون که برادران شیعه ما میگن این ما همچین کتابی دریده شد پرده‌ام نداریم. این یک روزنامه بوده، برای نزد ما هیچ این کتابی اصلا نیست. من با یک حجت الاسلام و المسلمین بود، گفت نه آقا دروغ میگه، این آقا حرمی الکی از خودش در میاره الکی. و بله من گفتم که دیگه هر چی هست به هر حال کارشناس اهل سنت آقا حرمی، از خودش که در نمیاره. من الان از شما میخوام این که دریده شد پرده‌ام، این سندش و کتابش در چه کتابی است، این تو بهم بگو تا من به این حجت الاسلام و المسلمین بگم که آقا شما این کتابو دارید. میگه نه آقا حرمی از خودش در میاره. من تا حالا نگفتم این پرده‌ام دریده شد و نمیدونم واقعا کجاست. اینی که نه یه روزی که نه شما نگفتی، ولی شما به عنوان یک کارشناس اهل سنت. بله نه این من اینو نمیدونم واقعا. اینکه این جمله این مسئله رو در مورد نرجس میگن، اون کسی که میگن مادر امام زمانه. خب این که نرجس به عنوان کنیز آورده میشه، اینا در کتابشون هست. یک نخاس به برده فروش میگن. یک برده فروش رو نمیدونم کجایی، یک برده فروش عرب فکر میکنم، اینو میارن و میگه برده فروش میگه من این رو با خودم بردم به خانه خودم، یعنی جداش کردم از بقیه، بردمش به خونه خودم تو بغداد. خونه نه، اونجایی که میخوابیدم تو بغداد. میگه این یکی رو، یعنی نرجس رو با خودم بردم اونجایی که میخوابیدم توی بغداد. این توی کتبشون هست، ولی این عبارت پرده نمیدونم چیز دریده شد اینو من نمیدونم. بله یعنی این که برده شد در خانه، نه این که پرده هم دریده شد. من نمیدونم الان حضور ذهن ندارم. منم نگفتم اینو. شما نگفتی، من اصلا میپرسم. ولی علمای اهل سنت کارشناساشون میگن بله، میگه همچین کتابی داره که بله که گفته پرده داره. من میخوام ببینم واقعا این حدیث داریم یا نه. همین کافی نیست که مادر امام زمان و برده فروش با خودش برده تو خونش تو بغداد. این کافی نیست، حتما باید صداش بیاد نه این پرده‌ام دریده شد. نه این که الان اگه من اینو بگم آقا اینجا اون مهمان بوده برده اونجا بهش ناهار شام داده، این دلیل بیاره مثلا اینجوریه. اون که من اگر واقعا همچین چیزی بوده فرده و برای همچین چیزی بوده یه چیز دیگه. یک سوال آخر از شما دارم موجه، این پردهشو بذاریم برای بعد. الان ما اهل سنت همه دنیا جهان میشه گفت به کسانی که در لبنان و کسانی که بحث من یکم سیاسی هست سوالا،
در لبنان و در یمن میشه ما بگیم که درود بر مجاهدان یمنی، یعنی همان حوثیایی که اونجا هستن به خاطر غزه دریا سرخ بستن، یا به هر حال مثلا یکم مشکل برای اسرائیل ایجاد کردن، میشه گفت به اونا درود میشه فرستاد؟ درود بر شما، این هم چیزی گفت میشه؟ چیزی نیست که بخوایم بگیم میشه یا نمیشه. خب از نظر من اگر بخواید اینها کار خاصی انجام نمیدن. نمایش هایی هست که این اتفاقات نمایش هایی هست تو بازی این وسط. خب یعنی این نظر سیاسی منه، میتونه اشتباه باشه. کاری انجام ندادن. این که مثلا چند تا کشتی داشتن از اونجا رد میشدن، مثلا جلوشون رو گرفتن، نمیدونم چون کشورشون تو جنگه، 4 تا بمب دیگه هم بزنه مثلا آمریکا توی مثلا خونه هاشون خراب بکنه، به درد چیزشون ازشون دوا نمیشه، اتفاق براشون نمیافته. در نتیجه من به نظرم اینا کاری برای اینا اگر توان اینو داشتن، خب اگر میگیم اگر فرض رو بر این بذاریم حوثی ها از جمهوری اسلامی فرمان میگیرن، خب فرض رو بر این بذاریم، مگه حزب الله از جمهوری اسلامی فرمان نمیگیره؟ مگه حسن نصرالله بودجه شب و روز و خورد و خوراک تمام این افرادشون از جمهوری اسلامی نیست؟ اگه منبعشون یکیه، چرا یه کشتی مثلا تجاری پیدا میکنن تو باب المندب، اونجا مثلا خمپاره‌ای به کشتی تجاری میزنن، بعدش هم ولش میکنن یا میگیرن یا هر چیزی؟ چرا حسن نصرالله از اینجا میگه آقا دستشو گرفته بالا میگه نه من کاری ندارم؟ چرا از اونجا نمیزنن؟ مگه اسرائیل نیست؟ نه بله مهاجن، الان حسن نصرالله از خاک خودش داره خمپاره میزنه، اون هم میگه الان در تا بله هیچ کاری نکرده، هیچ جایی از اسرائیل رو حزب الله نزده، مگر اینکه همون کنار مرز بازی مسخره بازی کنار مرز، از اونجا قشنگ میتونه تل‌آویو رو بزنه. چرا نمیزنه؟ مگه حماس، مگه جهاد اسلامی نرفتن توی خاک اونها عملیات انجام دادن؟ کجا حزب الله خودش رو دخالت داد داخل چیز؟ چرا حزب الله دخالت نمیده خودش رو؟ این همه فرمانده‌های سپاه زدن تیکه پاره کردن، کدوم فرمانده اسرائیل رو حماس زده؟ نمیتونه یه دونه 4 تا سرباز اونها رو بزنه، نمیدونم چند نفر رو کشته، چند نفر از اونها رو زده. سر مرز مشترک دارن باهاش. اینا بازیه. کارهای جمهوری اسلامی بازیه، مسخره بازیه. شما فکر میکنید اونا بلندی‌های جولان رو دادن، همون به قول خودشون مقاومت، بلندی‌های جولان رو که دادن به اسرائیل، از اونجا از مرز سوریه نمیتونن 4 تا موشک بفرستن توی اسرائیل؟ آقا حداقل وقتی فرماندهاتون رو توی سوریه زدن، شما نمیتونید 2 تا سرباز اونها رو بکشید؟ چرا هیچ کدوم از سرباز اونها رو حزب الله تا رو نکشته؟ چرا فقط چیزایی که ما میبینیم آقا یه برجکی خالی، بعد اسرائیل یه برجک خالی رو زد. ها چیکار کردی الان؟ برجک خالی چه سودی برای زدنش داشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ این همه فرمانده‌های حزب الله و فرمانده‌های نمیدونم سپاه و اینا رو یک سوال دیگه مهاجم در کلام شما، چرا مثلا این سوال برای من میشه، چرا که وقتی که اهل سنتی داریم در دنیا، مثلا از سعودی عرب، قطر و مصر و ترکیه و این همه کشورهای اسلامی، چرا اینا سکوت کردن؟ دلیل سکوتش چیه؟ یعنی آیا میترسن یا قدرت ندارن یا نه اصلا اهمیت نمیدن؟ یا میترسن یا توانشون ندارن، یا اون انگیزه رو برای دخالت کردن در جنگ ندارن. اون انگیزه اسلامی که بخواد نیاز داشته باشه، خب وارد جنگ میشن. اون انگیزه رو ندارن. انگیزه رو ندارن، در یا میترسند یا عمیلن، یعنی غیر از اینا نیست. خب ولی مگه خداوند در قرآن نگفته که دنیا بله بفهم همین منظوره، همین جواب همین. یا نمیخواد دخالت کنن توی جنگ، یا به نظرشون میرسه از نظر سیستماتیک که دخالتی بکنن داخل جنگ خودشون بیشتر ضربه میخورن، اقتصادشون، آن چیزی که در کشور دارن، تلفاتی که میدن بیشتر هست، یا انگیزه کافی رو برای شروع جنگ ندارن. همه اینها میتونه باشه. نه اگر کسی این کشورهای اسلامی انگیزه جنگ ندارن، به نظر شما در ایمان اینا چیزی حلال چیزی وارد نمیشه؟ چون که میگن یک مسلمانی در هر کجا شما دید در زیر ظلم و ستم بود، یک نفری که قدرت دفاعی داره میشه از اون دفاع کرد، وقتی نکرد حتما از مؤمن بودن خودش شک کرد. بله الزاما توان اینو ندارن. یعنی یه طرف داره مثلا خودش میگه آقا مثلا من چه بدونم، مثلا من سودانم، خب من سودانم الان میتونم چند تا بمب بفرستم توی اسرائیل.
ولی اگر من بمب بفرستم از اون ور آمریکا منو میزنه، از اون ور اسرائیل منو میزنه، از اون ور انگلیس منو میزنه، اون ور فرانسه منو میزنه، خب مردم من بدبخت میشن. مثلا این ایده رو داره داخل ذهنش. من نمیتونم بگم تو مسلمان نیستی که نزدی. خب اون طرف با خودش میگه من که توان اینو ندارم، یا توانشون، یعنی هر کشور بالاخره برای خودش یه برنامه. مسئله اینجاست کسی ادعاشو نکرده. شما فکر می‌کنید این همه کشور کیو کمک دارن میکنن به جهاد در فلسطین؟ خیلی از کشورها هستن ولی کسی ادعاشو نمیکنه. یعنی نمیگه آقا من دارم پول میدم، من دارم سلاح میدم، من دارم فلان میکنم. چرا ایران این کارو انجام میده؟ چون میخواد بگه من مسلمانم، من جزء کشور مسلمان هستم. ولی هر جا که نیاز شده جا خالی داده. ایران هیچ وقت هیچ جنگی نیابتی و غیر نیابتی یک توف به سمت اسرائیل ننداخته در طول این 40 سال. هیچ وقت. کشورهای عربی در همون دوران نکبه و قبل از نکبه جنگیدن با اسرائیل برای اینکه تشکیل نشه این جرثومه فساد. ایران هیچ وقت در طول این 40 سال تلاش نکرده برای این. اسم سپاهشو میذاره سپاه قدس، سوریه رو میزنه. اسم سپاهشو میذاره سپاه قدس، عراق رو میزنه. چطوری ایران تونست عراق رو ویران بکنه؟ ایران سپاه تونست سوریه رو اینطوری ویران بکنه. همون بمب‌هایی که سر مردم مسلمان سوریه میومد پایین نمیتونن سر یهود صهیونیست بیاد پایین. میتونن، نمیخوان، توانشو ندارن. به خاطر همین برمیگردیم به سوال اولتون. اگر که فرض رو برای بگیم که حوثی‌ها از ایران فرمان میگیرن، خب و اونجا میگن ما دستمون میرسه مثلا به این کشتی تجاری، چرا اونجا که مرز مشترک داره تو سوریه، مرز مشترک داره توی لبنان، اونجا کاری نمی‌کنید؟ نه الان که خود یک لحظه، الان آقای حجت الاسلام و نصراللهی که حزب الله، همین حزب الله گفت تا زمانی که همین آقا گفت تا زمانی که جنگ در غزه هست ما هم می‌جنگیم، تا زمانی که اونا صلح نکردن ما صلح نمی‌کنیم. یعنی این منافش چیه؟ یعنی این دنبال چه چیزی هست؟ ادعاه. اینا همش ادعا. پس چرا نمی‌جنگید؟ آقا مرز مشترک دارید، خب بجنگید با اسرائیل. این همه موشک گذاشتید برای کی؟ مگه نمیگید ما می‌خوایم اسرائیل رو از بین ببریم؟ خب ببرید. بفرمایید وارد جنگ بشوید. خب کسی وقتی وارد جنگ میگه قدم به قدم. میگه قدم به قدم. ما دو قدم میریم، 3 قدم. یه قدم نرفتن. یه قدم. 40 سال، 45 سال یک قدم نرفتن. قدم به قدم هر 40 سال یه قدم بردارید محض رضای خدا. خب فلسطینی‌ها 10 تا قدم برداشتن. شما یه قدم بردارید، کدوم قدم برداشتن؟ شما یه قدم 10 قدم زدید، سوریه رو نابود کردید. شهرهای سوریه رو ویرانه تبدیل کردید. عراق رو اینطوری بدبخت و پلاسیده و داغونش کردید که میگن بغداد به عنوان کثیف‌ترین عاصمه جهان معرفی میشه. چطور شما اونجا نیاز به قدم ندارید؟ برای اسرائیل زمانی که مسلمان‌ها تو جنگ غزه دارن کشته میشن، شما نیاز به قدم اولم بر نداشتید؟ پایگاه خالی، اون اون دکل خالی مخابراتی اسرائیل رو زدیم. بعد حزب الله دکل مخابراتی اون گوشه اسرائیل رو زده. هیچی به هیچ. اون دکل مخابراتی بهش کجا چی میاد؟ موشکتون نمیرسه یکم جلوتر؟ موشکتون سرباز نمیکشه؟ بله. وقتی اسم سوریه تو میگیری من یاد اون کودکان میافتم که اینا اونجا قتل عامشون میکردن. خداوند متعال ان شاء الله همه ظالمون و ستمکاران رو ان شاء الله. کسی که مسلمون ها رو 500,000 مسلمون رو تو سوریه کشت، هیچ وقت خدا افتخار پسگیری فلسطین رو بهش نمیده، مسجد الاقصی رو بهش نمیده. 500,000 انسان رو اینا کشتن تو سوریه. مسلمان، اصلا انسان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، و اینا مسلمان کشتن. چطور زورشون رسید به کودک سوری؟ زورشون به سرباز اسرائیل نمیرسه. اینا همش بازی ادای جمهوری اسلامیه. همیشه واقعیت رو هر کسی حرفی زد بگید واقعیت چیکار کردی. نه الان واقعیت چیکار کردی؟ واقعیت هیچ کاری نکرد. درست. الان با سیاست اینا که و این وسط ضرر کی میکنه؟ ارزون میکنه. اینا بعد از غزه مثلا امکان داره که بیان برام از تو یک کشور اسلامی دیگه اون رو قتل کنه. یعنی این وسط ارزون داره ضرر میکنه.
یعنی باید همینجوری بشینه که اون دنبال سیاستشون و دنبال این چیزا هستن. هر سال همین قتل عام شدن دیگه، باید هر سال بجنبن یه کاری بکنن. به نظرشون ضرر هر سال نمیکنن، سوره تباه شد، ضرر مسلمان ها میکنن قطعا. ان شاءالله که ما قوی بشیم و بتونیم یک بار دیگه عمروار سرزمین بیت المقدس رو بیاریم. چون من از ساسان شنیدم این قضیه وای پرده نمیدونم چی حیا دریده شد، پرده چی دریده شد، کاکساسان آوردم متخصص پرده چیزه پرده حیا. کاکساسان آیا همچون هست، همچون جمله گفته شده در کتب شیعه وای پرده هم دریده شد به هر چیزی؟ بله میگه، حالا من کتابشو هم دم دستم نیست، اگه خواستی براتون میارم ماه جان، که میگه وا افتا پرده افتم دریده شد. این لفظ کلامو میگه وا افتا. این حدیثی از کتاب چیه این؟ بله مصدرشو میتونم بگیم کاکساسان؟ والا الان دم دستم نیست ولی این هست و تو این تلفیلم ما آوردیم با سند و با مدرک. اگرم خواستید من فردا شب استوری کن لطفاً، اگر امکان داشته باشه برات استوریش میکن، دوستان میان استوریش رو نگاه میکنن، همه مصدرش رو اگر امکان داشته باشه. چشم من استوری میکنم برای شما میفرستم دیگه استوریشو. متشکرم، لطف میکنم. خیلی متشکرم ممنون. خدا شما رو حفظ بکنه، همیشه سلامت باشید. الله ما را شما را شیعیان همه را هدایت کنه. آمین. خدا